در دهکدهای آرام و دور افتاده، پسری به نام علی زندگی می‌کرد که عاشق ماجراجویی بود. یک روز، هنگام بازی در جنگل، عجیب و غریب به دنبال چیزی می‌گشت که ناگهان از شاخه‌های پایین افتاد و زخمی عمیق در پایش شد. خون جاری شد و او شروع به ترسیدن کرد، اما توانست خودش را جمع و جور کند. مادر علی که به شدت نگران پسرش شد، سریع او را به خانه آورد و زخم را تمیز کرد. او با دقت و محبت زخم را نزدیک به آنچه لازم بود پانسمان کرد و به علی گفت که باید مراقب باشد و استراحت کند. علی در مدت چند روز آرام آرام بهتر شد، اما زخمش کمکم عفونی شد و او دوباره نگران شد. مادرش با دلسوزی زیاد، با داروهای طبیعی و مراقبت مداوم زخم را درمان کرد. علی در این مدت فهمید که همراهی و محبت خانواده قدرتی است که میتواند هر سختی را تحمل کند. پس از چند هفته زخم کاملا بهبود یافت و علی با درسی ارزشمند فهمید که در سختی‌ها عشق و مراقبت خانواده بزرگترین پشتیبان است.